میگفت روزی اگه در خیابون میرفتی و دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس، اون شخصیه که داره خودشو آماده میکنه واسه توف انداختن. آخه خیابون جای این کاراست؟ شنیدم در بعضی از این کشور اروپایی به ازای هر توفی که میندازی 100 یورو جریمت میکنن. بدتر از این میگفت یه خیابون خلوت پیدا کنی، موقعیت مناسب بدونی، تمام محتویات سینوس ها و قی چشا همه رو با هم هورد بکشی تو حلقه، آماده بشی واسه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل از روبرو داره میاد، چه خاک بر سری میشون تو صورت یارو که نمیتونی بندازی و قورتش بدی دیگه.